همین الان اضطرار از بین بره یا احساس میشه که ممکنه توافقی بشه، پیامک‌های حجاب زیاد میشه در شهرها. چرا؟ به دلیلی که احساس میکنه فشار بیرونی برداشته خواهد شد، قدرت درونی میتونه افزایش پیدا کنه. این برداشت دیگه. این برداشت مبتنی بر آیین قدرت نیست. مبتنی بر هوس قدرته. مبتنی بر لجبازی قدرته. پس دوباره پای شخصیت میاد واسه. بله، عملیات ها تصمیم میگیرن. شما یادتون باشه در نظام اجتماعی و سیاسی ما 4 لایه اصلی داریم. یک کوه یخ داریم. لایه پایینی بافتاره، بافت و بافتار، ژن و ژنوم. لایه بعدی ریخداره. لایه بعدی سیستم و ساختاره. نوچش عملیاته. رئیس جمهور دولت فدرال ریاست جمهوری نشسته در آمریکا. رئیس جمهور دولت فدرال آمریکا قدرتش از شخص آیت الله خامنه‌ای ولی فقیه بیشتر نباشه کمتر نیست، ولی به هیچ وجه نمیتونه حکم حکومتی صادر کنه که جوابگوش نباشه، چون باید پاسخگو باشه، نه به مثلا سنای آمریکا، به افکار عمومی آمریکا، به تک تک مردم آمریکا. بافتار چیه؟ شما اون گره اولیه است. بافت و بافتار جامعه ما خانم هاشمی مریضه، لوگوسنتریکاله، سفید و سیاس، خوب و بده، 0 و 1. 0 و 1. وقتی بافت کم کم چی میگیره؟ جسمانیت میگیره. شما ببینید یه کاموا برمیداری میبافی، اول بافت دیگه دونه به دونه میاد بالا، معلوم نیست چی بافته میشه، تبدیل میشه به ریختار. بوردیو میگه جسمانیت پیدا میکنه، کم کم فکر میکنی یه چیزی ساخته میشه، مثلا یا دستکشه یا کلاهه، یک شکل اولیه میگیره، این ریختاره. ولی وقتی اومد اون پارچه، اون کاموا انگشت شد، یه وقت میبینی ریختار میگیره، این دستکشه. صاف بود میگه شال گردنه. ببینید پس بافت، ریختار، دیگه چی؟ سیستم و ساختار. اونو کی استفاده میکنه؟ اون دستمال رو، اون دستمال گردن رو، اون نمیدونم دستکش و اون کلاه رو افراد استفاده میکنن. درست استفاده کردنش هم مهمه. بله. شما دستکش رو تو پات میکنی به جای جوراب؟ نه، ولی ما در سیاست خیلی این کارا رو میکنن. در کشور ما واقعا در تاریخ کشور ما خیلی این کارا شده. برای اینکه عملیات هامون عملیات هایی بودن که سیاستمدار نبودن اکثرا. دنیای پیشرفته امروز سیاست یک علم فرارشته‌ای دیگه، بین رشته‌ای هم نیست.